سلام، امیر هستم. امروز میخوام یه آیفون 13 نرمال رنگ صورتی آنباکس کنیم. قبل از هر چیزی گوشی وقتی به دستتون رسید این سریال نامبر پشتشو اینو برید تو سایت چک کاوریج اپل چک کنید ببینید گوشی اکتیو بوده یا نات اکتیو. اگه با این پیغام مواجه شدید یعنی گوشی قبلا در یه تاریخی روشن شده و روش اپل آیدی اکتیو شده و اگه این متن اومد یعنی گوشیتون نات اکتیو و اوکیه. خب بریم با هم آنباکسش کنیم. رسیدیم به صحنه جذاب. این از جعبه گوشی. بریم که برچسباشو باز کنیم. این هم از این. خب رسیدیم به اصل ماجرا. یه جورایی بین روزگلد و رنگ سفیدشه. خب طبق معمول یه کابل شارژ داریم و دیگر هیچ. اینجا که چند تا لوگوه، اینا رو همه میدونید دیگه. اون که هیچی دیگه، با جعبه کاری نداریم. میرسیم به اصل کار. خب اینجا باید زبان گوشیتون رو انتخاب کنید. حالا انگلیسی، حالا کشورم ایران داره ولی حالا شما آمریکا بذارید که بهتره. کانتینیو میزنیم. باید به اینترنت حتما وصل باشه واسه اکتیو شدنش. این گوشی که من آنباکس کردم حافظه 128 گیگ داره و پارت نامبر CH یعنی چین.